به هر حال یه اتفاق قراره سر تایم تو زندگیم بیفته. اون بوتی که من الان 2 ماه دیدم، یعنی از تو تابستون نظرش کردم، چون بودجه جیبمو میدونم دیگه، هرچی میخوام یه فصل باید قبلا دنبالش باشم. به هر حال اون مبلغش جور شده، یه مبلغ خیلی جزئیش مونده. اینم که فکر کنم زمان جان عشقم اینو برام حلش کنه امروز. میخوام یه بوتی دیدم خیلی خوشم اومده، یه 300-400 تومن. 300-400 هزار تومان؟ اونو من از کجا بگیرم بابا؟ ندارم، به قرآن ندارم. تو کی داری؟ تو من اصلا دارایی تو رو ندیدیم. ندارم عزیز، ندارم. دست تر از کچل من بردار. خب باشه، مامانت هم 2 میلیون پول میخواست، من الان زنگ میزنم میگم پسرت نداره. نه شماره کارت بده. همین الان 2 میلیون مامانم چرا نمیخواد؟